خیلی خیلی خوش آمد به چنل فینیکس کلاب. ما داخل این چنل در مورد کال آف دیوتی و بازی های مثل ماینکرافت و فری فایر حرف میزنیم و بازیشون میکنیم. برای مثال امروز قراره که بریم و یه دست بتل رویال بازی کنیم. بزن بریم. لیتس گو. بچه ها فعلا که تو لابی هستیم. واقعا 90 ثانیه بود، خیلی زیادی نیستش. من سعیمو میکنم اونجایی که درگیری پیش میاد براتون فیلم بگیرم. این ترات همون نمیشه زنده برم. Let's go. بچه اونجایی که فایل میرسی بکنم نرسی نرسی کنم یکسین یه ذره لوت کنم و براتون بقیه‌اش رو فیلم بگیرم. بچه ها اینجا داشتیم راه میرفتیم که یکی رو دیدیم باگ شد و گرفتیم رو صورتش. انگاری که کلا از بازی آمده بیرون. یه هکترش هم کردیم و بس سلام. دوباره رفتیم که لوت کنیم، دیدیم به به آقا خوشگله اینجاست. بعد ما یه ذره لوت کردیم و راه افتادیم که بریم که دیدیم این خونه ها رو جا انداختیم که دیدیم موف نمیارزید تو اینجا بیاین. کلا یه چند تا دونه تیر به ما داد و یه دونه همینجور داشتیم میرفتیم و لوت میکردیم. همینجور که من دارم لوت میکنم شما دکمه استاپو بزنید که بریم دیگه. به امید اینکه خدا بخواد، البته اینکه غیر ممکنه، ولی با حمایت شما شاید بشه که ما 100 کایی بشیم. یا حسین باگه. این از یه نینجا شات خوشگل به عشق شما. این برای کیلو سازم داشتم میگفتم اگه شما حمایت کنید خدا بخواد ایشالله 100 کایی میشیم. البته اینکه شما حمایت نکنید و دکمه سابسکرایب رو نزنید این ممکن نیست. یادتون نره که دکمه ساب بزنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن کنید و تو من اینجا دارم میرم تو مپ شما هم سریع لایک کنید این ویدیو رو. ما همینجور داشتیم میرفتیم که این دفعه دیدیم هواپیمای برامون دراگان رو اوورد و گفتیم احتمالا اینجا میندازه. برامون داشتیم دیدیم چطور من میخواد دراگان. دوباره رفتیم تو مپ دیدیم هنوز معلوم نشده دراگان کجا میفتیم. زدیم بیرون شروع کردیم رفتن. یه دفعه همچین باگی مواجه شده که دیدیم به دراگان یه دونه نزدیکمون هست. سریع اون رو گذاشتیم رو گرفتیم. وقتی رسیدیم به دراگان براتون ادامه ویدیو رو میزنم. داشتیم میرفتیم که دیدیم
صدا پا میاد. یه نینجا زدیم و یه نینجا شده قشنگ. به به نینجا شد. دوباره آمور زدیم و که رفتیم به سمت چی دراپ کارت. چند لحظه ببخشید. اینجا شد تقدیم شما با عشق. لایک یادتون لایک خیلی مهمه. دیدی شما دیدی ایرانی خوشگل نید انداخت. نید میندازی بسنه فکر کردی با این نیده ها میدیم. سریع آرما بزن. یارو داره میآیه. واو مردی. واقعا چرا